یا حبیبم یا محمد یا رسولم یا محمد sizga bo'lsin ummatingizdan durud salovat Muhammad ya habib Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizon, har یک انسان برای رازگی پروردگارش را یافتن، برای ثواب گرفتن، برای در روز قیامت سرسان و سرگردان نشدن باید از روی نشاندادهای شریعت عمل کرده عبادت کردنش لازم است. به هر خیل بدعت و خرافات ها داده نشده در راه صراط المستقیم گشتن این البته برای ما ضرور. اکنون بدعت میگویم. این بدعت چیست؟ بدعت این اصلا کلمه عربی در لغت یگان چیز از نو پیدا کردن، نویگری در آوردن باشد. در شریعت دیننده نبودگی کارهای دین به کوش کردن یا که بعد از وفات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیدا کردگی عادتها، مراسمها، این بدعت گفته می شد. اکنون عالمان دین بدعت را با یک چند قسم ها جدا کردند. یکم بدعت واجب. البته بدعت واجب هم میشد است. کدام حالتنده؟ بدعت واجب این در قرآن کریم یا که در حدیث شریفنده نفرمودگی باشد هم، لیکن برای رواج رونق و علم و فن ضرور بدگی عمل ها. مثال قرآن کریم و حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را جمع کرده، کتاب حالتشان نشر کردن، علم های ضروری آموختن و با دیگرها یاد دادن، البته این بدعت واجب حساب شده است. اکنون دیمش بدعت حرام. بدعت حرام کدام عمل؟ این حقیقی تعلیمات اسلام و قرآن و حدیث به ضد بدگی عمل های تلقین کردن، این بدعت حرام حساب می شد. مثال حزب التحریر و دیگر آقم های تعلیمات شاید، مثل یا که در اسلام اند ترک دنیا کردن، خودش کشد شهید می شد، گفتگی عقیده ها نبودگی عقیده ها، اینها البته بدعت حرام حساب می شد. چون که خداوند در آیت کریمه استعوذ بالله ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، یعنی خداهاتون را با دستای خودتان با هلاکت نپرتوید، نکشید میگوید. سوم بدعت مقبول. این عمل را کند ثواب میگیرد، نکند گناهکار نمیشد. مثال شفاخانه ساخته موندن یا که مهمان خانه ساخته موندن برای مسافرها، یا که علم های دنیاوی رواج دادن، ادبیات های بعدیه نشر کردن، این بدعت مقبول حساب میشد. ثانیش بدعت مکروه. این خانه درب مال های بسیار صرف کرده، زیب زنات داده، مال های خداوند دادگی اسراف کردن. اسراف معناش این از چگره برآمدن. برای همین این بدعت مکروه حساب میشد. پنجم بدعت مباح. این عمل را کند و نکند گناه یا که ثواب نبودگی کارها. مثال لباس های نو به نو اختراع کردن، طعام های هر خیلی تیار کردن، یا که مثال حاضر بعد نماز سلام علیک کردن، این بدعت مباح بوده است. این کند و نکند ثوابش هم گناهش هم نبودگی عمل حساب میشده است. در بعض منبع ها بدعت را با دو نوع جدا کردگی، مثال بدعت حسنه، بدعت زیبا، یا که بدعت سیئه، بدعت خنک هم گفتگی جاش های. اکنون رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیث مبارک همچنان میگویند که کسی که یک عادت نقض جاری کند، همین عادت ثوابش میگیرد و همین عادت دیگرها هم کنن، از اجر وها به این آدم کوش کده نوشته میشده است. یا که کسی که یک عادت بعد ضررناک جاری کند، گناهش به ذمه همین کس میغلطد است. اگر دیگرها هم کنن، از گناه ویها نیز به این آدم نوشته میشده است. علماها میگویند که
اگر بنده 1000 قرآن خوان باشد، کتاب های دینی خواند، علم های دینی از خود کرده باشد و اما بدعت چی باشد؟ مهنت های وی بیفایده بست، بی ثمره بدست. باید انسان در قطار دیگر عمل های ناجویه از بدعت های سیئه نیز دور شدنش لازم. همچنانی که حضرت می فرمایند فرموده ناکرده زیاد است ولی فریاد ذکرده های نافرموده. الله حق سبحانه و تعالی همه ما را در بالای اعتقاد مستحکم ثابت قدم کند، از بدعت های ضررناک دور کند، در راه خودش و رسولش حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نشان دادگی ادشمش نکرده رفتن نصیب روزی کند و رازگی خودش را یافتن را میسر کند. والله اعلم بالصواب.